ها را با وصیت حضرت ابراهیم علیه السلام برای امت محمد صلی الله علیه و سلم به پایان می رسانند. عبدالله پسر مسعود رضی الله تعالی عنه روایت می نماید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: شب اسراء ابراهیم علیه السلام را ملاقات نمودم و او گفت: ای محمد، امتت را از من سلام برسان و آنها را خبر ده که خاک جنت پاک است، آب شیرین و جنت هموار است. درختان جنت ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر می باشد. روایت ترمذی و طبرانی. درود بر تمام پیغمبران، صلات و صلوات بر سروری پیغمبران محمد مصطفی و بر آل و اصحابش تا روز قیامت پیاپی باد.